درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفون تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار هشتم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب 4. دوستانم، ما در باغ حیوانات شکار نموده خیلی میده بازی ها می کرده ایم، زیرا چنین طرز شکار به نظرم به شکار حیوانهای بسته شده مانند است. در اینجا مکان محدود است و خود حیوانات لاغر و ناتوانند. بعضی آنها حتی لنگ و شاخهای شکسته دارند. برعکس حیواناتی که در کوهسار و در مرغزارها میچرند به نظرم چقدر توانا، زیبا و فربه می نمودند. آهو گویا که پر و بال داشته باشد تا به آسمان جهیده خوکهای وحشی مثل جنگاوران دلیر ناترسانه به پیش می شتافتند. آنها به حد بزرگ بودند که در تیرپرانی به سوی آنها خطا کردن محال بود. حتی در حال کشته شدنشان هم آنها از زنده های اسیر زیباتر به نظر می رسیدند. آیا پدرانت شمایان را به شکار اجازت می دهند؟ پرسید کوروش. اگر استیگ اجازت دهد آنها ما را به آسانی جواب می دهند. کی در نزد استیگ برای خواهش شما سخن می گوید؟ تو خودت نسبت به دیگران استیگ را بهتر باور کننده می توانی، گفتند آنها. ولی به نام زیوس قسم می خورم، جواب داد کوروش که خودم نمی دانم با من چه حادثه رخ داده است، زیرا نمی توانم به بابایم چیزی بگویم و یا چشمانم را در برابر چشمان او بالا بردارم. اگر این طور دوام یابد، علاوه نمود او، می ترسم که من تماما به یک شخصی ناشود یا احمق مبدل نشوم. اما زمانی که خردسال بودم با او به نظرم خیلی دلیرانه و آزادانه حرف می زدم. اما حالتی هم کاملا شرم‌آور خواهد بود که اگر تو قدرتی پیدا نکرده حتی در مورد ضرورت برای ما کمک رساندن نتوانی و ما مجبور می شویم که به کسی دیگر مراجعت نماییم. این سخنها را شنیده کوروش خود را طعنه زده احساس نموده، خاموشانه آنها را ترک گفت و به خود قول داد که دلیرتر خواهد بود. او به نزد استیگ رهسپار گشته اندیشه می راند که چطور به درخواست خود آهنگی بی ضرر بخشد و برای خود و دوستانش
آن چیزی را که آنها خواهش نموده بودند به دست آورد. به نزد استیک آمده سخنانش را چنین آغاز کرد: به من بگو بابا جانم، اگر یکی از غلامانت از پیش تو گریزد و تو او را دستگیر کنی، با او چیکار میکنی؟ من او را زولانه زده کار میفرمایم و سلام، جواب داد بابا. و اگر او با اختیار خود بازگردد، با او چیکار میکنی؟ چیکار کردن لازم مگر آنکه او را همچین کوب باید کرد تا دیگر باره نگریزد و آنگاه من او را مجبور میکنم که مثل پیشتره خدمت کند. پس بابا جانم تازیانه تیار کنید تا مرا قمچین زنید، زیرا من با دوستانم نقشه کشیدیم که از پیشت گریخته همراه به شکار می رویم، گفت کوروش. تو کاری خوب کردی که مرا آگاه ساختی، جواب داد استیک. از این پس از خانه بیرون برآمدنت را منع می کنم. مگر مردی خوبی می بودم، علاوه کرد استیک، که اگر به خاطر یگان حیوان شکاری من مثل چوپان احمق پسری دخترم را از دست می دادم. با شنیدن این سخنان کوروش به فرمان بابایش اطاعت کرد و در خانه ماند. از غایت مایوسی هم خاموش و هم غمگین شده تمام روزهایش را در همین حالت می گذراند. استیک باشد پی برد که نبیره‌اش چقدر افسرده شده است و برای قناعتمند شدنش روزی او را با خود به شکار برد. شاه به این شکار آدمان زیادی پیاده و سواره را نه تنها از بین کلان سالان بلکه از میان پسر بچگان نیز جلب نمود. حیوانها را به جایهایی که برای سواره ها دسترس بود رانده، استیک فرمانی شاهانه داد که بجز کوروش کسی جرأت کشتن این حیوانات را ندارد تا دمی که کوروش از این شغل دلگیر نشود. اما کوروش به چنین امر بابایش اعتراض نموده گفت: اگر بابا جان بخواهی که شکار به من لذت بخشد، اجازت ده که همه همسالان من نیز حیوانات وحشی را تعقیب کرده در هنر شکاری رقابت کنند تا هر کس به چی قادر بودن خودش را نشان داده تواند. استیک راضی شد و در جای خود راست ایستاده مشاهده می کرد که چطور شکارچیان از پی صید از پایشان را می دوانند و از همدیگر پیش گذشته به سوی حیوانات نیزه می پرتایند. او از مشاهده نبیره‌اش که احساسش را از لذت شکار نگاه داشتن نمی توانست خرسندی داشت. کوروش چون سگ شکاری که حیوانی وحشی را تعقیب می کرد داد و فریاد می زد. استیک گوش به قمار بود که چطور کوروش نام هر یک شریک شکاریش را به زبان می آورد و خوشنود می شد که او بعضی ها را تمسخر و دیگری آنها را تعریف نموده ذره هم حسی حسد نداشت. استیک از شکار با صید زیاد به خانه برگشت. این حادثه بر روحیه او آنقدر احساساتی سرور و شادی بخشیده بود که بعدتر همیشه با پیدا شدن فرصتی مناسب با کوروش به شکار می رفت و همراهان شماره اشان بزرگ از جمله پسر بچگان را نیز با خود می گرفت. همین طور کوروش وقت می گذراند و به همه اطرافیانش شادی و خرسندی آورده نه رفتاری بد بلکه فقط نکوکاری ظاهر می نمود. تخمینا زمانی که کوروش به سن 15 یا 16 سالگی رسید، پسری شاه آشوریان
در عرفه تویش نیت کرد که خودش به شکار می رود. او خبردار شده بود که در منطقه نزد سرحدی که سلطنت‌های آشور و ماد را از هم جدا می کرد حیوانات شکاری زیاد وجود دارد. از زمان جنگ آخرین که به نزدیکی برگزار گشته بود در آنجا کسی شکار نکرده بود. به آنجا رهسپار گشته او سواران و پلتست‌های سیرشمار را همراهش گرفت تا که بی ترس و هراس شکار نماید. آنها اینچنین باید از درون بیشه انبوه به طرف دشتی هموار که برای شکار قلعه است از پایشان را می راندند. و مکانی رسید که در آنجا آشوریان پاسگاه‌های سرحدی داشتند که آنها را سرحدبانان پاسبانی می کردند و او در آنجا برای تیار کردن خوراک شام با گروهش لنگر زدند. با دمیدن صبح روز دیگر نیت داشت که به شکار مشغول می شود. وقتی شام فرا رسید و جنگاوران پیاده و سواره‌ای که از شهر برآمدند برای عوض کردن پاسبانان به آنجا رسیدند و به نظر پسر شاه آشور چنین رسید که در نزد او لشکری زیاده گرد آمده است. چنین اتفاق افتاد که دو گروه سرحدبانان در یک جا با هم آمیختند و خود او نیز با گروه سرشماری سوارها و جنگاوران پیاده در همین لحظه به آنجا رسید. در این حال فکری به سرش آمد که آیا با مقصد غارتگری به ماد هجوم نمودن کاری بهتر هست و یا نه؟ این کار شاید از شکار هم شهرت زیاد می آورد و چاروای بسیار را نیز به دست آوردن ممکن است. صبحی بر وقت برخاسته جنگاورانش را به سوی ماد روان نمود و جنگاوران پیاده‌گرد را در جایشان برای محافظت پاسبانگاه‌های سرحدی باقی گذاشت. خود او با همراهی سوارهایش به نزد پاسبانگاه‌های سرحدی مادها سواره آمده در آنجا قرار گرفت و قسمت کلانترین و بهترین جنگاورانش همراهی او بود تا که به مقابلیت نشان دادن سرحدچیان مادها مانع شده تواند. باقی مانده سوارهایش را از روی علامت فیله به گروه ها تقسیم کرده آنها را به جایهای گوناگون فرستاد و فرمود که هر کسی را که با آنها وامی خورد اسیر گرفته به نزد او آورند. ایشان نیز چنین رفتار نمودند. چون به استیک خبر رسید که دشمن به مملکتش هجوم کرده است، او با لشکری زیر دستش به سوی سرحد رهسپار گشت. با او پسرش نیز که به لشکری سوارگانی در صف فعال بوده راهبری می نمود همسفر بود. به تمام جنگاوران مادها فرمان داده شد که به معرکه حربی آمادگی بینند. وقتی مادها شماره زیادی آشوریانی با ترتیب جنگ صف آراسته و هم سوارانی آرام ایستاده را دیدند، آنها نیز از جایشان برخاستند. کوروش با دقت نظاره می کرد که چطور بعضی از جنگاوران به معرکه نبرد می روند و دیگری آنها سراسیمه‌وار به هجوم تیاری می بینند. خودش نیز به جانب معرکه نبرد راه گرفته سلاح جنگیش را بار اول به بر نمود. او مدد بخت خیش باور نمی کرد. آنچنان آرزو داشت که روزی این سلاح را به بر می کند. آن خیلی زیبا و به تن او شینم آمده بود، زیرا بابایش فرموده است که آن را به اندازه قامت او تیار کنند. کوروش زیر پوشش را نیز به بر کرده اسبش را به سوی بابایش دواند. استیک با تعجب پرسید که به او
کی اجازتی به آنجا آمدن داده است، اما به هر حال امکان داد که در قطار همراهانش بماند. وقتی که کوروش سواره های زیادی دشمن را دید پرسید: بابا، آن سوارانی که اینقدر آرامانه به اسب نشستند جنگاوران دشمنند؟ بله، آنها دشمنند، جواب داد استیک. آیا آنهایی هم که در آنجا با اسبهایشان به هر طرف می روند دشمنند؟ البته آنها هم. اما به نام زیوس قسم می خورم، گفت آنگاه کوروش، که این بدکردارها با اسبهای خرمانندشان نعمت ما را می برند. مگر فرصت آن نرسیده است که جنگاوران ما فی الحال به مقابل آنها شتابند؟ آیا نمی بینی پسرم، جواب داد استیک، که در آنجا چقدر سواره ها صف کشیدند؟ اگر حاضر به آنها حمله کنیم آنها ما را احاطه می کنند، زیرا قوه های اساسی ما هنوز به اینجا نرسیدند. اما اگر تو در جایت استاده پره شدن صف لشکر را انتظار شوی، اعتراض کرد کوروش، دشمنی که در مقابل ما قرار دارد از ترس ضربه هجوم از جایش نمی جنبد. آن جنگاوران دشمن که به غارتگری مشغولند برابر دیدن حمله به جانب آنها از غنیمت‌هایشان فوراً دست می‌کشند. وقتی که کوروش این سخنان را بیان نمود، به سر استیک اندیشه آمد که کوروش مصلحت خوب می‌دهد. شاه از عقل و سالم فکری کوروش در حیرت افتاده و پسرش فرمان داد که یک گروه سواره را گرفته به دشمن که به غارتگری مشغول بود حمله نماید. خودی من، علاوه کرد استیک، به باقی مانده لشکر دشمن هجوم خواهد کرد، در حالی که اگر آنها کوشش کنند که به جانب تو هجوم کنند و تا که توجه آنها را به طرف خود کشند. برای اجرای سپارش گرفته شده رهسپار گشته که اکثر با گروه سواره های انتخاب شده که به بالای اسبهای بهترین سوار شده بودند به دشمن هجوم کرد. کوروش نیز چون دید که آنها به جانب دشمن حمله آوردند به پیش شتافت. به زودی از همه آنها پیش گذشت. از پس او که اکثر هم رسیده آمد و دیگران نیز کوشش کردند که از آنها خفا نمانند. دشمنان که به غارتگری مشغول بودند برابری پی بردن نزدیک شوی آنها غنیمت‌هایشان را پرتافته رو به گریز نهادند. اما گروهی اسب سوان با سروری کوروش راه گریزشان را بریدند. آنهایی را که اسیر می شدند در جای حادثه به قتل می رساندند. شما گفتار هشتم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.